مردم گندگی که نامیتی مارتینز موتی ذهنا خیال کو که ایشی اسپانیاییه بچه که ایشی لاتین تباری نامی و معروفه سک من هرچو که وای ملتو من گوشی فیلیپینیه من جوز کو مگه توشتاکا فیلیپین مردمیتی نام یا که چه معروفی نامانه اسپانیایی فامیلی خانوادگی نامی آیا در رایت گوشی که اسپانیا وقتی که به مدت حدود 300 سال فیلیپینی در اوتی استعماری چرا بوده یکی چه کارانه که بوده کشی بوده که چوکانی گوشتگن اجازه ندادگن در واقع چوکان نامهای فیلیپینی ببنده و به نام مسیحیت کاتولیک که مردمانی در واقع مذهبی عوض کرده بوده مردمانی تشویق کردن که نامهای مقدس استفاده بکنن در غیر صورت ما آن غسل تعمید که چوکان دیانته آن ندهیم اگر شما یک کار مکنید و چه که کنترل در دست دولت و کلیسا بوده در فیلیپین گوشی ما هم مجبور بودن مردمان فیلیپین تو که اوتی چوکان اسپانیایی نام بدهنده ایشی به شما آشنا نه اسپانیا وقتی که فیلیپین استعمار چرا در یاری بودی 80% مردم فیلیپین از طریق کلیسای کاتولیک مذهب آیان عوض کنده به مسیحیت در واقع یکی از کارانی که اسپانیا انجام بدن از طریق مذهب لودی ورود بکنده به جامعه ها همین سیاست ایران ها جمهوری اسلامی ایران مخصوصا شروع کرد به نامشی که مذهب تشیع مثلا در بلوچستان ها جا دار بدنده و از این طریقا در جوامع بلوچ ها رشد بکن اما موفقیتی که مثلا اسپانیا در فیلیپین تو به دست یا که 80% مردم مسیحی بودن این موفقیت جمهوری اسلامی ایران ها در مورد بلوچ ها مثلا به دست نیاد اما نامانی بدل کنه ها مخصوصا فامیلی نامانی ها این سیاست دقیقاً مشابه با همه سیاست استعمارگران در عادی کشوران ها اکثر فامیلانی که هنوز هست بلوچستان ها به غیر از طوایفی که قدیمی هستن که هماهن هم بازی نام عوض بوده مثل مثلا اسماعیل زهی بوده شهبخش و یار احمد زهی بوده مثلا شهنوازی و شاهان نوازش بوده تو و مثلا باران زهی بوده بارک زهی که اوگانی فامیلی بیبیتن یا مثلا مارش مثلا فامیلی داده بزرگ زاده در مثلا فامیلی لحاظا اصطلاح میر و کرد و میر بلوچ زهی و ایشان برام مثلا در گذشته استفاده بوده کم بعد یا انت عجیب غریبین فامیل در سر تاثیر بلوچستان تو مثلا ارد کنن نامه هم مثلا تحولی تایی تو ارد کنن از همان نظام ثبت احوال و شناسنامه‌ای که این همین سیاست مثلا در اسپانیا طبق گفته به مردمی که من گاهی یاور کنه گایتون اومد هم تحقیق کنه گایتون همین سیاست مثلا اجرا کرده یک سیاست دیگه که شما رندا حتی در همه اسام نامان تو که یارتگد خیلی جالب شما بزنه شما لیستی دادگد بشی تنها از این لیست تو نشون نام انتخاب بکنی و آن لیست بهانه‌ای هم که یارتگش هیچ بشه نگوشم مال شما تغییر بدین بهانه‌ای سر یک کار انجام دادن بهانه‌ای که یارتگی گفتیم مال نظام مالیاتی یا یک دست بکنین راجع هر پروژه‌ای که اجرا بی در ظاهر دیگه نامی هستی پشت پرده دیگه هدفی هستی همیشه استعمارگران سیستم همیشه بوده یک کار دیگه که اسپانیا در فیلیپین تا انجام داد ایشیت که آیان زمینا که مردم ملی و بومی و منطقه ها کاملا یواش یواش بچگرانش بودن دادنش به اسپانیایی مهاجران یا دادنش به کلیسای دستا و عملا مردمان فقط آیان کارگر تبدیل بودن زمینان سرا اسپانیایی‌ها همین کارگریه که مردمان در زمینان تا انجام داد محصولی که به دستش یاد سر تا سر اروپا صادرش کو و تجارت و صدارتی که در صورت گرفت به نفع کرد سودی کاملا به نفع استعمارگران آیا یهتن بخش مثلا زبانی فرهنگی هویتی حتی موسیقی قانونش اشتغل مثلا در ورگان توکا حتی پوچتها حتی معماری ها ایشان یک سری استانداردهای اسپانیایی مدلی ارکیتکت که مردم تا جایی که تو از لحاظ معماری گفته سبک معماری که مثلا هستیم ورگی از موزیک و گانا و آهنگ پوچ ایشان هم تقریبا مدر هم شکل و هم فرم بندن گو اسپانیاییان و میخواد یک نوع رواجیشانی فرهنگ که منطقه تو گنده جنبش‌های استقلال طلبانه بازین چسبی که تمام هم سرکوب کردند ما ایشان وقتی مطالعه کنیم به نظر شما سرباز آشنا به نظر نرسنده مثل زمینی تا و وقتی که سیاستی که مثلا ایران شروع کرد برای مسیحی در واقع شیعه سازی بلوچستان موفق نبود در پروژه ها هنوز طرح جدیدی یارد دیگه برای تغییر بافت جمعیت
پروژه تغییر بافت جمعیتی که جمهوری اسلامی ایرانی یارته از طریق همه زمینان گرکین، از طریق همه بلوچان کارگر کنکین، از طریق همه پروژه‌های کرانه. نام چیه؟ نام توسعه سواحل مکرانه. زمین که دایگاهین غیر بومیانا، شهرها که هر کنه غیر بومیانا. و ما در نهایت اگر همین تمامی پروژه اجرا ببن توسعه ما بشه اتفاق نکبی، به خاطر که ما تبدیل به کارگر بشیم. این کارگر ارزان قیمت، بدون سنوات، بدون بیمه، بدون خدمات، بدون هیچ چیزی دیگه، و آیان ثروتمند بن، سیرت بن، جوانش پر بن، صادرات و واردات و تمام چیزا قدرتمند بن، ولی ما تبدیل به کارگران صفری برای پروژه هایی که آیان اجرا کنن آیان تبدیل بشیم. این همین پروژه‌ای که عادی کشور استعماری تو که اجرا بود دیگه ما مشابه آن دیست دیگه. اگر پروژه مذهبی سازی در واقع ناکام ماند، شکستی وارد که مقاومتی داشتن صورت گرفتن دیست که نتونن نتیجه بگیرن، شبیه نتیجه است که هنوز باید کامل بافت جمعیت عوض بکنن تا بتونن کلا بلوچستانی که زمان مستقلی کشوری بوده وشان همه داعیه‌های فکری هستن هویت سر که بر بگردن دوباره همه هویتش که چسبیدی همه خواست همین چسبیدی، لازم ما باید به تغییر بافت جمعیت بکنیم. هنوز یه پروژه دیگه، و اگر این پروژه تو کوتی موفق ببن بلوچ در تاریخ تو که گاربی. چرا؟ چون در نهایت هنوز ما یک کشوری به نام فیلیپین در دنیا تو که هستیم و تی زبانش کامل از بین نرفته و نامانش تغییر بوده. دلیل اصلیش بوده که نه تو تغییر بافت جمعیت در فیلیپین تو کار بکنن، فقط مذهب مردمش در نهایت عوض کرد، اما بافت جمعیت عوض نبود، فرهنگش کامل عوض نبود و فقط آچیزان پش کرد دیگه. چون تو دوباره کشور پش بگیرن، هرچند کشور نامش حتی اسپانیایی فیلیپین از فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا گرفته بوده، ولی در نهایت باز اون کشورش پش کرد. اما وقتی تغییر بافت جمعیتی عربی مثل چیزی که انگلیسی ها مثلا در استرالیا توکو یا همین اسپانیایی در جنوب آمریکا توکو بر کشور برای سرزمین یا ملت برای همیشه در تاریخ توکا گار بیته. من تمنا چه شما شین که این کلیپا که آموزشی هم از لحاظ فکری مردم ها ذهنا بچ کنن، شما بودی همکارا سنگتا بودی دوستان بودی خانواده یا بودی هر کسی که جایی هره باید هم دیم شده اشتراکش بله که گشتی گندگو زانک ببن.